کارگران چینی شرکت صناعت کوهی تاجیکستان و چین میگویند یک همکاری آنها ففتیده است. آنها همچنین سبب‌های اعتراض و تیراندازی در شهرک زرنیسار ولایت سوخت را به مطبوعات چین شرح دادند. حادثه 20 می اتفاق افتاد. کارگران به تارنامه‌ی رسمی فضای شرق چین گفتند دست کم 8 ماه باز معاش نگرفتند. از گسترش کووید 19 نگرانند و می‌خواهند به وطن خود برگردند. من میرزا نبی خالقزاده هستم. راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کردند که 20 می اعتراض دست جمعانه کارگران چینی شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین به عمل آمده است. آنها گفتند حدود 60 نفر دست به کارشکنی زده به دفتر رهبران شرکت با سنگ و چوب حمله نمودند. در نواری که سامانه فضای شرق نشر کرده است، لحظه های از این حمله دیده می شود و داد و فغان کارگران شنیده می شود. در نوار دیگر صدای تیراندازی از سلاح به گوش می رسد. یک نماینده ریاست کارهای داخلی ولایت سوق به رادیو آزادی گفت به خاطر پراکنده نمودن ناراضیان به هوا تیر خالی کرده شد. هیچ کس زخمی یا کشته نشده است. اما کارگران چینی به سامانه فضای شرق گفتند ماموران ملیسا کارگران را با کلتک‌های سخت لت و کوب کردند و برخی از آنها مجروح شدند. مقامات تاجیکستان هنوز این مسئله را شرح ندادند. به اطلاع سامانه فضای شرق در حادثه 40 کارگر چینی زخمی شده، جراحت 5 نفری آنها وزنین است. پلیسا به هوا تیر خالی کردند، تهدید نمودند که اگر پراکنده نشویم نظامیان را دعوت میکنند. ما از ترس منطقه را ترک کرده به منزل‌های استقامتیمان برگشتیم، گفتند کارگران چینی. امریدین صاحبوف یک از کارگران شرکت گفت تا زمانی که شهروندان چین به قبل خط سرخ را نگذاشتند ماموران ملیسا دست به کار نشدند. وی 24 می به رادیو آزادی گفت آنها با سنگ و چوب حمله کرده در و تیریزه کارخانه را شکستند. آن وقت ماموران ملیسا با آسمان تیر خالی کردند. حتی برای پراکنده کردنشان ساکنان محلی نیز یاری دادند چون سنگ و چوب به خانه‌های اطراف شرکت نیز اصابت کرده است. در شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین 3000 کس فعالیت داشتند و از این حساب 1100 نفر چینی هستند. کارگران چینی ادعا کردند که 8 ماه باز معاش نگرفتند در حالی که به کارگران تاجیکستان سری وقت معاش پرداخت می شود. به قبل آنها مسئولان کارخانه پرداخت نشدن معاش چینی ها را به سرمایه گذاری طرح نو در ارژانتین ربط دادند. برخی از کارگران محلی شرکت میگویند معاش آنها در مقایسه با شهروندان چین خیلی کم است و ظاهرا مقامات در پرداخت آن مشکل ندارند. ضیاءالدین اکرموف کارگر شرکت گفت ما گفتن که ما 7 ماه باز پول نگرفت. ما میشه توشکوران ما مثلا کرانتی کلی دو کرانتی یار کردیم. با داتی مو شخصی است. سنگ مکشونا داشتوسی میگیره توجی میگیره 3 سال یک ریس موشین. او شوفر هم هست در زمین کار میکنه. کارگران چینی میگویند از آنکه 8 ماه معاش نگرفتند روزگار خانواده هایشان در وطن به مشکل دچار شده است و به همین دلیل کارپرتایی نمودند. دفتر اساسی شرکت در شانگهای است. ون سی بین مدیر شرکت به فضای شرق چین گفته است بنابر داشتن قرض از بانک نمیتوانند معاش مهندسان را بپردازند. ون سی بین همزمان افزوده است آنها مسئول پرداخت معاش کارگران قطاری نیستند و این مسئله را باید جانب تاجیکستان حل کند. پیشتر نماینده های شرکت مشترک کوهی متالورگی تاجیکستان و چین و اداره صنعت ولایت سوخت گفته بودند که اعتراض کارگران چینی به مزد کاری آنها ربط دارد. ولی طاهر جان عزیزاده رئیس ناحیه مسچا که کانهای شرکت در حدود این ناحیه است 21 می به رادیو آزادی گفت کارگران چینی به خاطر دریافت معاش از رهبران خود که نیز چینی هستند اعتراض نمودند. اما تنها معاش نیست که کارگران چینی را نگران کرده است. آنها در صحبت به سامانه فضای شرق گفتند در ماه می یکی از همکاران خود را از ولایت هنان از دست دادند. مقامات رسما گفتند که او از درد معده ففتید ولی کارگران چینی گمان دارند که او از بیماری همهگیری کووید 19 جان داده است. همزمان آنها نگرانند چند کارگر دیگر به بیماری همهگیری گرفتارند ولی دارو و درمان کافی ندارند. باید به چین برگردانده شوند و زود طبابت گیرند زیرا خدمترسانی طبی تاجیک خیلی در سطح پایین قرار دارد گفتند آنها. این در حالی است که سامانه فضای شرق چین نوشته است بازگشت مهاجران چینی به کشور فعلا امکان ندارد و تا زمان معتدل شدن وضعیت باید منتظر مانند. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین ماه ایون سال 2007 در شهرک زرنیسار گلستان قیراقمی سابق به کار آغاز کرده است. در این کارخانه اساساً به کارکرد متال‌های رنگه و روح مشغولند. کارخانه مذکور قادر است سال 1 میلیون تن معدن سربرروح را کارکرد کند.
نصرت الله دولتزاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان شرکت صنعت کوهی تاجیکستان چین را در برابر کارخانه مشترک طلای زرافشان بزرگترین شرکت‌های اندازدهنده تاجیکستان نام برده بود، ولی سال گذشته درآمد شرکت 17% کم شده است.